اگه ساعدت خوبه ولی مچت لاغره، تو عکسا شبیه چوب کبریت میفته، این ویدیو برای توه. نه باشگاه لاکچری، نه دستگاه، فقط یه دمبل سبک یا بطری آب و یه حوله. سلام، من فیتمکسم. تو این ویدیو با 3 حرکت ساده میگم چطور مچ قوی‌تر، کلفتر و خوش‌فرم‌تر بسازی. و آخرش هم یه نکته میگم که اگه رعایت نکنی وسط راه ول میکنی. راستی اگه از این مدل ویدیوها خوشت میاد لایک کن و چنل رو سابسکرایب کن. دمت گرم. اول گرم کردن. 30 ثانیه. مچا رو دایره‌ای بچرخون، مشت رو باز و بسته کن، بعد آروم کف دست رو به عقب بکش. همین. حرکت 1. ریورس رست کرل. برای پشت دست. ساعد روی ران. کف دست رو به پایین. فقط مچ حرکت کن. آروم بالا، آروم پایین. 3 ست 12 تا 15. سوزش پشت ساعد یعنی درست زدی. حرکت 2. رست کرل. برای کف دست. همون حالت، فقط کف دست رو به بالا. بالا ببر، یه لحظه مکس، پایین رو کنترل کن. 3 ست 12 تا 15. این قسمت برای حجم و قدرت گرفتن عالیه. حرکت 3. پرونیشن سوپینیشن. چرخش مچ. دمبل رو مثل چکش بگیر. آروم دست رو بچرخون به داخل و بیرون. 3 ست 10 تا 12 هر سمت. این همون چیزیه که مچ رو واقعی قوی میکنه. نکته طلایی رگدار شدن. رگ بیشتر یعنی پمپ، به علاوه زمان، به علاوه چربی کمتر، به علاوه آب کافی. پس آخر تمرین 30 ثانیه فشار دادن حوله یا فارمر هولد انجام بده تا پمپ بیاد. این برنامه رو هفته‌ای 3 روز فقط 8 تا 10 دقیقه برو. بعد 30 روز مچت سفت‌تر و قوی‌تره و توی عکس‌ها واضح‌تر دیده میشه. اگه میخوای ویدیوی بعدی رو هم همین سبک بسازم، کامنت کن مچ.